سلام حضور. تو این ویدیو میخوایم به 10 استعداد برتر دنیای فوتبال که به حقشون نرسیدن بپردازیم. پس تا انتها همراه ما باشید. شماره 10 اسکار، هافک 33 ساله برزیلی شانگهای. اون فوتبالش رو توی ساوپائولو شروع کرد و بعد از درخشش به اینترناسیونال پیوست. پس از درخشش توی اینترناسیونال به چلسی رفت، اما به خاطر پول با قیمت 60 میلیون دلار در سال 2017 از چلسی به شانگهای چین رفت. شماره 9 دل علی هافک 28 ساله‌ای بشیکتاش. دل علی فوتبالش رو از میلتون شروع کرد و پس از درخشش به تاتنهام رفت و اونجا توی اوج کریره زمان مورینیو نیمکت نشین شد. بعضیا میگن به خاطر تجاوزی که توی سن 11 سالگی بهش شده دیگه نتونسته به ورژن قبلیش برگرده. شماره 8 جونینیو قطعا بهترین کاشته زن تاریخه. اون با گل کردن 77 کاشته آمار منحصر به فردی داشته. جوری که به گفته رسانه رئال مادرید هم به دنبال جذب اون بود. جونینیو فوتبالش رو از اسپورت رسیفی شروع کرد. اوج کریر اون توی لیون بوده. کمتر کسی جونینیو یعنی بهترین کاشته زن تاریخ فوتبال رو میشناسید. شماره 7 پول پوگبا هافک 31 ساله فرانسوی یوونتوس فوتبالش رو از منچستر یونایتد شروع کرد و بعد از اون به یوونتوس پیوست و کریر حرفه‌ای خودش رو داخل یوونتوس ساخت. درخششش باعث شد به منچستر یونایتد بره که جز بدترین انتقالات تاریخ فوتبال بود و بدترین کاری که برای خود پوگبا امکان داشت اتفاق بیفته. پوگبا گفته من از پپ گواردیولا پیشنهاد داشتم ولی به یوونتوس رفتم. بعد از اون انتقال به یووه برگشت ولی دیگه مثل قبل نبود. بعد از 3 بازی به دلیل دوپینگ 4 سال محروم شد که به تازگی به 18 ما تغییر یافته. اگر اون انتقال صورت نمی‌گرفت شاید فوتبال یک هافک شوت‌زن تکنیکی و با فیزیک فوق‌العاده که جزو بهترین رو میشه. شماره 6 الکساندر پاتو استعدادی که بهش توجه نشد. شاید بزرگترین استعداد سوخته تاریخ و یا بزرگترین حسرت میلان و برزیل. جوری فوتبال بازی میکرد که تو غرق بازیش میشدی. پاتو ستاره درخشان میلان فوتبالش رو داخل سال 2006 از اینترناسیونال شروع کرد. پس از درخشش نظر مدیران میلان رو جلب کرد و فوتبالش رو توی اروپا آغاز کرد. اون به اروپا برگشت ولی دیگه مثل قبل نبود و همینطور کمرنگ تر شد. شماره 5 فیلیپ کوسینیو زاده ریو دی ژانیروی برزیل، یک هافبک و وینگر با استعداد که فوتبالش رو از اینتر میلان شروع کرد. عملکردش خوب بود و بعد از اون به 2 تیم دوگاما و اسپانیول رفت. بعدش شاگرد کلوب توی لیورپول شد. عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و کلوب بهش گفت توی لیورپول بمون و چمپیونز لیگ ببر ولی طمع نذاشت. کوتینیو با قیمت خیلی بالا به بارسلونا رفت و عملکرد معمولی داشت. بعد از اون به صورت قرضی به بایرن مونیخ رفت و به همراه توخل به 6گانه دست پیدا کرد. کوتینیوی قبل نبود، پس رفت خیلی زیادی داشت و باعث شد به استون ویلا بره و بعد از اون به الدوئیل و الان دوباره به دوگاما برگشته. شاید اگه طمعش نبود به بهترین بازیکن تاریخ لیورپول تبدیل میشد و حتی توپ طلا می‌برد. شماره 4 ماریو بالوتلی. سوپر ماریو یکی از بزرگترین قربانی‌های نجات پرستی تاریخ فوتباله. ماریو فوتبالش رو توی لومزانه شروع کرد و پس از اون به اینتر میلان پیوست. بعد از اینتر به سیتی پیوست و آمار خوبی رو داشت. بالوتلی توی واسه میلان، مونزا، مارسی، نیس، برشا و آدانا دمیر اسپورت هم بازی کرد. ماریو همیشه بی‌نظم بود و همیشه اخراج میشد. همیشه دنبال حاشیه بود. و اگر این کارا رو نمی‌کرد شاید که بهترینای تاریخ بود. بعضی اون بزرگترین استعداد هدرفی تاریخ میدونن ولی همه اینو میدونن که خودش هم خیلی مقصر. شماره 3 هازارد فوتبالش رو از لیل بی شروع کرد و پس از درخشش توی لیل بی به بزرگسالان لیل اومد. بعد از لیل توی ادامه ماجراجویی خودش به لیگ انگلیس و چلسی اومد. یکی از بهترین بازیکنان تاریخ چلسی و یکی از بهترین وینگرهای تاریخ لیگ انگلیس شناخته شد. هازارد برای افتخارات بیشتر از جمله توپ طلا به رئال مادرید پیوست و اونجا طلسم شماره 7 رونالدو و مسئولیت‌های پیاپی نذاشت ما هازارد رو همیشه ببینیم. ایدن هازارد یکی از دوست داشتنی‌ترین و تکنیکی‌ترین و زهردارترین بازیکنان تاریخ فوتبال بود. هازارد تو سن 32 سالگی از فوتبال خداحافظی کرد. شماره 2 نیمار جونیور که محبوب‌ترین و معروف‌ترین بازیکنان تاریخ. نیمار کسی بود که قدر خودش ندونست. اون به دلیل کنترل توپ، توانایی بالا تو گلزنی و مهارت‌های تکنیکی بالا در فوتبال شهرت رسید. نیمار زاده برزیل فوتبالش رو از سانتوس شروع کرد و از اول فوق‌العاده بود و سوپر گلش توی سانتوس براش پوشکاش برمقام آورد.
نیمار توجه همه تیم‌های اروپایی را کسب کرده بود و در آخر به بارسلونا رفت و درخشید و در کنار مسی و سوارز مثلث تاریخی و ترسناک MSN را درست کردند. نیمار به خاطر اینکه زیر سایه کسی نباشه از بارسا به پاریس رفت و اونجا خوب بود، اما در آخر به الهلال رفت. نیمار توی الهلال ربات داد و مقابل نساجی تونست گلزنی بکنه. اونی که از 4 بازیکنی که در 3 باشگاه مختلف تونسته بالای 100 گل بزنه. فوتبال به نیمار یه توپ طلا بده. آدریانو یا امپراتور فوتبال، بازیکنی که همه میگفتن نظریه دوم متولد شده. آدریانو از فلامیگو شروع کرد و پس از اون به اینتر رفت. بعد از قرضی بازی کردن برای تیم‌های متوسط ایتالیا، معاونه بازی برای اینتر شد. توی اینتر فوق‌العاده بود. همه چیزش خوب پیش میرفت که پدرش فوت شد. آدریانو شوت زنی مثل کارلوس داشت، تکنیک مثل رونالدینیو و تمام کنندگی مثل نازاریو. آدریانو توی تیم ملی هم خوب بود و بعد از فوت پدرش درگیر مواد و گروه‌های مافیایی شد که نشون داد یه استعداد میتونه برای فوت خانواده‌اش از عرش به فرش برسه. شاید براتون جالب باشه آدریانو الان توی تیم فاولا به عنوان مربی بازیکناست. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید و انرژی بدید به ما و دکمه سابسکرایب رو بزنید. تا دیداری دیگر بدرود.